سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. کد جایزه 1,000,000 همسترم دیشب اومد. حالا من فرصت نکردم الان براتون میذارم. اتریوم هست و به ترتیب حروف ای یه بار لمس میکنیم، تی یه بار نگه میداریم خط تیره یا دش بشه، اچ 4 بار میزنیم، ای یه بار میزنیم، آر یه بار میزنیم یه بار نگه میداریم، دوباره یه بار میزنیم، ای یه بار میزنیم، یو دو بار میزنیم یه بار نگه میداریم، ام دو بار نگه میداریم. فقط چون یه مقدار حروفش زیاده باید خیلی دقیق زده بشه که مشکلی در واقع به وجود نیاد و مجبور نشیم که از اول دوباره در واقع اینو وارد بکنیم. من یه سری توضیحات حالا امروز اگر فرصت شد من براتون میذارم، چون این سری از دوستان سوال کردن که کدوم از کارت ها برامون خیلی حالا سود بیشتری داره و کدوم رو بگیریم بهتره. ببینید دوستان، اون پروفیتی که الان برای من میبینید واقعا تا همین حد حالا کافیه، مگر اینکه اون بحث جایزه هایی که داریم دیگه ناچار بشیم یه سری از این کارت ها رو بگیریم. مثلا واقعا یکیش مثلا حالا من رو اکانتم داشتم 3 میلیون خورده بود، واقعا دیگه نمیصرفه بخواید بیشتر از این ارتقا بدید. خب حالا دیگه مگر اینکه مجبور باشید، چون همونطور که میبینید کوین تو لول آپش رو برای مرحله بعد زده 1 بیلیون، یعنی اونقدر هم حالا نیاز نیست ما اینو ببریم بالا، چون بنز کافی خودش داره میگیره. حالا کنم 100 خورده ای داره تو هر حالا ثانیه میگیره که خیلی راحت هم هستش، دیگه نیاز نیست حالا شما اینجا لمس میکنی یا دائما در واقع داخل برنامه باشید.